همچین چیزی. من اینو واسه الا درست کرده بودم 2-3 سال پیش. الان مال الا رو میخوام پارچه‌شو عوض کنم و اینا مدلشو عوض کنم، ولی کلا که میخوایم این چادر رو بسازیم برای بچه‌ها. سلام، خوش اومدید به کانال یوتیوب من. بچه اومدیم توی این ویدیو بر بچه ها چادر رو رگال لباس درست کنیم. خب از اونجایی که من قبلا برای الا درست کرده بودم میخوام برای الا هم 2 سال پیش درست کردم، میخوام پارچه‌شو عوض کنم، برای کایلا هم یه دونه درست کنم، رگال لباسشون هم کوچیکه برشون درست کنم با خیلی وسایل معمولی و عادی. الان بهتونم نشون میدم مال الا رو. اینو من حوزه اینو 2-3 سال پیش برای الا درست کردم. الان فقط میخوام پارچه‌شو عوض کنم، برای کایلا رگال لباس هم براشون درست کنم. برای چادر شما به عینان چی بهشون میگن، میگن چی میگن، به عینا احتیاج دارید که اینا خودشون خیلی بلندن، یعنی 2 تا فقط احتیاج دارید. بعد اون 2 تا رو از وسط نصف کنید که میشه 4 تا. به 4 تا از اینا احتیاج داریم. این چیزی که پارچه مورد نظرمونه. حالا من یه چیزایی تو ذهنم هست ولی نه جای مشابهش رو دیدم، نمیدونم میخوام چیکار کنم. مثلا فقط تو ذهنمه، الان فقط بهتون نشون میدم، نمیدونم حالا استفاده میکنم. من یکم تور سفید گرفتم برای الا، تور صورتی برای الا و دوست داشتم جفتش سفید باشه، ولی خب گفتم که تفاوتش معلوم شه، میخوایم بهشون یاد بدیم که این مال تو این مال توه. و یه پارچه سفید برای چادر جفتشون. مثلا من اون چادر الا رو که درست کردم فقط همین پارچه فقط استفاده کردم، تور و اینا لازم نبود. اینا رو گرفتم ببینم چیکار میتونم بکنم. بعد یکم این گوگولیا برای لبه چادر که مدل ریش ریشش هست، اینم هست و اینا که اینا رو همه خرازی ها دارن، از خرازی گرفتم. بند کناف و یکم از این سیم چی بهش میگن نمیدونم، خرازی داره دیگه، سیم و این گلمولا و خنزل پنزل دیگه. این سلیقه‌ایه که بخواید چیکار کنید از اینا که همه خرازی ها داره این چیزا. از اون من چسب تفنگی آوردم. شما میتونید به جای چسب تفنگی از نخ و سوزن استفاده کنید، میتونید از میخ استفاده کنید یا هر چیزی که دوست دارید، یا حتی چسبای دیگه. حالا من از این استفاده میکنم، این یکم سریع‌تره. چند تا هم از این بستا که همه ابزار فروشی ها دارن، چند تا بست. این از وسایلی که برای چادرشون احتیاج داشتیم. الان برای رگالمی. خب برای رگالم به 3 تا تیکه این چوبا احتیاج داریم که هر نجاری و اینایی که برین دارن. کلا اینا یه دونه بزرگه، به هر ابعادی که بگیم براتون برش میزن. اینا خیلی باریکن، خودتونم اگه داشته باشین میتونین برش بدین. ابعادش دیگه دست خودتونه. من این ابعادو خواستم اینجوری. بعد یه تخته، حالا هر تخته میبینین اصلا تخته من به درد بخورم نیست، یه تخته هم برای زیرش که نگهش داره و چند تا هم میخ و یه دونه رنگ، حالا هر رنگی، چه اسپری چه عینه که با قلم میزن، هر مدلی که داشتین و هر رنگ که دلتون خواست. من سفید گرفتم. خب اول رگال که ساده تر درست کنیم، بعد بریم سراغ چادر. ببین برای رگال ما میایم اینا رو اینجوری به این ور این ور این میخ میزنیم. من میخ میزنم میام بهتون نشون میدم. خب اینو میخ زدیم اینجوری 2 طرفشو. حالا این زیری هم به اون تخته میخ میزنیم و میره که رنگ بشه. برای چادر این 4 تا رو که در واقع گفتیم 2 تا بودن از وسط نصف شدن، میگیریم به این شکل که میبینی، یعنی 4 تاش رو دستمه. یکی ناکن اینجوری میکنم، ناکن سعی میکنم از وسط هم ردشون کنم. یه همچین چیزی میخوایم ما. ببین اینا رو سعی میکنیم حالت ضرب دری، مثلا الان این یه ضرب دره،
اینم یه ضرب از این ور رد میکنیم اینجوری یه جور بشه که بالاش مهم نیست، پایین ناکن ما یه چیزی داشته باشیم که 4 طرف رو بگیره اینجوری. بهتون نشون بدم. ببین اینطوری یعنی 4 طرف رو گرفته. بعد با بست اینجوری اینا رو سفت میبندیم سفت میکشیم سفت شه. برای اطمینان یکی دو تا دیگه هم استفاده میکنیم. من برای اینکه محکم تر بشه دوباره یه بست دیگه میزنم. این بست رو میام اینجوری از وسطشون رد میکنم برای اینکه محکم تر بشه دیگه، خیالم راحت باشه. بعد نگران نباشید بست ها اصلا دیده نمیشه. خب حالا میام با این بچه پای من نگاه نکنین دیگه بایتون چه مهر. حالا میام من چیکار کنم پام نباشه. حالا میام با کنافی که گفتم این دو رو میبینین میگیرم یه گره میزنم قشنگ 2-3 گرهش میکنم همینو. گره که زدیم میایم از این جاهاش از این لابله هاش اول رد میکنیم. این هم به خاطر زیبایی کاره ها اصلا چیز مهمی که بستا معلوم نشه. ما در واقع با این کار هم داریم اینو سفت‌تر میکنیم هم بستا رو پوشش میدیم. نکن قشنگ که دیدم از این بالا دیگه معلوم نیست دیگه اینو دور میپیچم. هی هم حواستون باشه که با ابعادی که میخواید خراب نه ابعادتون همون باشه. هی چک کنید هی اینو تنظیم کنید این وسط که دارید میپیچید. من اول میام مال کایلا رو درست میکنم. اگه خوب شد با این پارچه الا رو میکنم درست میکنم. اگه نه برم یه پارچه دیگه برای الا بگیرم. که داغ شد با چسب میچسبونیم. میام پارچمو به ابعاد بچه فقط من نمیدونم میخوام براش اینطوری در بذارم مثل الا نذارم. حالا من با اون ابعاد برش میرم. سفیده من 3 متر یا 3 متر و نیم گرفته بودم ولی حس کردم کمه. بعدم همون جنس پارچه ملافه است. حالا شما بخواید میتونید پارچه بهتر بگیرید. من پارچه ملافه گرفتم بعد یادم اومد که دارم این پارچه های این ملافه ها سفید درش رو بردم اینو که از اینم استفاده کنم اگه کم اومد. ملافه خودم چون احساس کنم یکم نازکتر از اونیه که گرفتم استفاده میکنم چون طوری که مال کایلا میخوام روش بیاد صورتیه بعد یعنی عمدهش صورتی میشه ولی خب چون الا طورش هم سفیده گفتم اون ضخیم‌تره مال الا باشه. اصلا روی این چوبا چسب میزنم هی تیکه تیکه فیکس میکنم میچسبونم چسب میزنم فیکس میکنم میچسبونم. حالا شما اگه دوست داشته باشین میتونین با نخ و سوزن یا چسب دیگه یا مثلا میخ بزنید دیگه خودتون میتونید.
یکم صبر میکنیم تا چسب خشک بشه. تو این فاصله میام اینجاها رو اینجوری چیز میکنم و میدوزم. من هم با نخ سوزن معمولی هم میدوزم. و این تا اینجای کار. خب بعد یه نه این حلقه بالا میتونی درست کنیم و اینا با اونایی که گفتم حالا بیشتر توضیح میدم و بذارید برای اینجا. حالا میخوام این توررم بذارم روش و چسبی دوختی چیزی بزنم. اتمام کار رو حتما بهتون نشون میدم. خب اینم اتاق بچه ها. اتمام کار چادرات. چراغ روشن کنم ببینید. این از رگالشون که همونجوری که گفتم درست کردم و رنگش کردم. یه دوتا حالا این گوگلی هم بهش زدم. این چادر الاز پارچه‌شو عوض کردم و اینجوری کلار درست کردم. مرواریدم بهش اضافه کردم. اینم چادر کایلا تور صورتی انداختم پارچه سفید، اون تور سفید روی پارچه سفید دیگه. همین دیگه. اینم بقیه چیزای اتاقشون اسباب بازیشون رو توی یه چیز گذاشتم و اینجوری شد. اینا رو هم نورا رو هم برشون آویزون کردم. خلاصه با این وسایلی اینو درست کنم. با این وسایلی که گفتم و اینا میتونید برای بچه‌هاتون هم تو هر ابعادی میتونید اینو جمع کنید و تو هر ابعادی درست کنید و نمرگال خیلی خوشگله با مزه میشه واسه اتاقشون. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگه از این ویدیو از این آموزش‌ها دوست دارید حتما بهم بگید که براتون این ویدیو بگیرم. حتما چنل من رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو هم لایک کنین. دوستتون دارم. وقتی اتاقشون رو درست کردم دوتاشون مثل عقده‌ای ها همش تو اتاقه. کایلا چرا میری تو چادر الا؟ برو تو چادر خودت. هم دوتاشون اینجا میفهمه برشون اتاق درست که همش تو جاشه. قربونش برم.